سلام به کریپتورودیوهای عزیز، امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز با شما هستم با یه ویدیوی جدید. امروز میخوایم با هم تاریخچه پول رو بررسی بکنیم، از مبادله کالا به کالا تا ارزهای دیجیتال، اینکه پول اصلا از کجا به وجود اومد و چه مسیری رو طی کرد تا توی ادوار مختلف به چیزی که امروزه هست رسید. پس تا آخر ویدیو با ما همراه باشید. لایک و شیر و سابسکرایب و کامنت فراموش نشه. زنگوله هم بزنید که از ویدیوهای جدید جا نمونید. ارادت. بریم برای ویدیو. خب برای بررسی تاریخچه پول باید برگردیم به چند صد هزار سال پیش، جایی که انسان ها هنوز به سکونت گزیدن نرسیده بودن و با هم ارتباطی نداشتن و نیازهاشون نیازهای سطحی بود، در حد خوراک و پوشاک که با شکار کردن و استفاده از گوشت شکار برای خوراک و از پوستش برای پوشاک برطرف میشد و نیاز خاصی به ارتباط با هم دیگه نمیدیدن. اما یک کم که جلوتر رفت و انسان‌ها یک جانشین شدن و سکونت پیدا کردن و اجتماعات انسانی توی جاهای مختلف زمین شکل گرفت، اینا مجبور شدن که با هم ارتباط بگیرن. هر کی یه جایی ساکن شد و تخصصی روی یک محصول تمرکز کرد. یکی شکارچی بود، یکی کشاورزی می‌کرد، یکی دامداری می‌کرد و هر کدوم محصولی که به دست می‌آوردن بیشتر از نیازی بود که برای زندگی روزمره‌شون داشتن. اینا اضافه محصولشون رو می‌رفتن با هم چنج می‌کردن. یعنی این ارتباطه باعث شد که اینا با هم معامله کنن. علتش این بود که نیازهاشون ارتقا پیدا کرده بود و برای برطرف کردن این نیازهای جدیدی که داشتن، چون مشاهده می‌کردن، چون همدیگر رو می‌دیدن، با هم ارتباط می‌گرفتن، پس نیازها لولش بالا اومد و این بالا اومدن سطح نیازهای افراد باعث شد که اینا احساس نیاز بکنن که باید با هم معامله کنن، ارتباط بگیرن، باید ترید کنن اصطلاحاً. و این شد که مبادلات کالا به کالا شکل گرفت. اینا محصولات اضافه‌شون رو می‌آوردن و با محصولات یکی دیگه عوض می‌کردن. مثلا یه نفر که دام‌های زیادی داشت و مثلا شیر محصول اضافه‌اش بود، شیرش رو می‌آورد و با کسی که مثلا کشاورز بود و گندم محصول اضافه‌اش بود، اینا رو با هم تبادل می‌کردن. یه مدت به این روش معاملات پیش رفت، اما به یه سری مشکلات برخورد کردن. دو مشکل اساسیش این بود که یک، وقتی یه نفر محصول A رو می آورد برای مبادله کالا به کالا و محصول B رو می‌خواست، ممکن بود طرف مقابل که صاحب محصول B به محصول A نیازی نداشته باشه و عملاً معامله شکل نمی‌گرفت. این که مشکلات اساسی بود. و مشکل مهمتر این بود که صاحب محصول A وقتی می‌خواست در عوض کالای B رو بگیره، نمیدونست که به ازای یک کالای A چه مقدار کالای B باید بگیره. یعنی معیار مشخصی برای ارزش گذاری وجود نداشت و این مهمترین مشکل مبادله کالا به کالا بود. خب بشر کم کم به این فکر افتاد که یه راه حلی پیدا کنه که نقص‌های روش قبلی معامله رو بتونه برطرف بکنه. اومد چیکار کرد؟ گفت که از یک سری محصولاتی که پرطرفدارترن به عنوان معیار استفاده می‌کنیم، مثلا نمک، مثلا صدف. اومدن از اینا به عنوان معیار استفاده کردن. یعنی هر چیزی می‌خواستن عوض بکنن، اول می‌رفتن تبدیلش می‌کردن به نمک، با نمک می‌رفتن محصول بعدی رو می‌خریدن. اما اینم مشکل ساز شده بود به این خاطر که خود نمک هم حجم زیادی رو میگرفت، همین که امکان فساد توش زیاد بود، امکان یعنی فاسد میشد، یعنی اگه مثلا نم میخورد خراب میشد، یعنی ماندگاری خوبی نداشت، حفظ ارزش خوبی نداشت و همین خاطر یه مدت به این روش معاملات انجام دادن، ولی بعد به خاطر مشکلاتی که داشت باز به فکر یه راه چاره جدید افتادن و رسید به فلزات گرانبها و با ارزشی مثل طلا. و توی اون دوران بود که اولین سکه های طلا ضرب شد. همه مردم دیگه میدونستن که یه معیار مشخص برای ارزش گذاری کالاها وجود داره. با این سکه ها مبادلاتشون رو انجام میدادن. خیلی تحول بزرگی توی معاملات بین افراد ایجاد شد، اما باز همین مدل هم یه سری مشکلات داشت. مثلا اینکه حجم زیادی رو اشغال میکرد. یعنی یه تاجر وقتی میخواست بره جنس بگیره، مجبور بود یه کاروانو با خودش ببره که فقط سکه‌هاشو هم کنن. دو اینکه امنیت خوبی نداشت. یعنی توی راه ممکن بود راهزنا بیان بزنن و تمام دارایی طرف رو بردارن ببرن. یه مدت هم این روش معامله شد و افراد به فکر راه چاره جدید افتادن. گفتن آقا بیایم سکه‌هامون رو ببریم جای پیش آدم امینی امانت بذاریم، رسیدش رو بگیریم که روی اون رسید نوشته فلانی صاحب اینقدر طلاست، با اون رسید معامله کنیم. این شد شروع پیدایش پول‌های کاغذی که کم کم دولت‌ها اومدن شدن اون آدم امنه، طلاها رو گرفتن و به جاش رسیدش رو دست مردم دادن، مردم با این رسیدا معامله می‌کردن. پول کاغذی شکل گرفت. بنابراین بود که دولت‌ها به ازای طلایی که در اختیار دارن پول کاغذی چاپ کنن، اما این موندگار نبود این قول و خیلی از دولت‌ها به چاپ بی‌رویه و بدون پشتوانه اسکناس رو بردن که این بحثش مفصل جداست.
این پولایی که تو دست مردم بود، این اعتباری که به صورت کاغذی بین مردم رد و بدل میشد، کم کم با پیدایش اینترنت و دنیای وب تبدیل شد به یه سری عدد و رقم روی مانیتور، روی صفحه موبایل که همین الان هم داره از این روش استفاده میشه. منتها این روش هم یه سری مشکلات داره. شما محدودیت زمانی داری، تو هر ساعتی از شبانه روز که بخوای نمیتونی پولتو جابجا بکنی. محدودیت مکانی داری، شما یه سری قوانین سیاسی و مرزهای بین کشورها جلوی شما رو میگیره که بخوای پولتو به هر جای کره زمین منتقل بکنی. یه سری دردسرا داری. شما محدودیت حجمی داری، نمیتونی هر مبلغی که بخوای رو برای هر کسی که بخوای جابجا بکنی. بعد هزار تا دلیل و مدرک بیاری از یه حدی بالاتر پولتو بخوای جابجا بکنی، باید بدونن از کجا اومده به کجا داره میره و هزار تا مشکل دیگه. این شد که حدود سال 2008-2009 یه شخصی یا یه گروهی به نام ساتوشی ناکاموتو توی یه مقاله اومد بیت کوین رو به دنیا معرفی کرد. گفت که آقا من میخوام تبادلات مالی رو توی بستری شفاف به نام بلاک چین انجام بدم. این که بلاک چین چیه توضیحاتش بمونه توی ویدیو دیگه، با هم راجع بهش صحبت میکنیم. اما اومد گفت آقا من میخوام شفافیت رو تو امور مالی بیارم با استفاده از بستر بلاک چین و بیت کوین رو به دنیا معرفی کرد. خوبیه این مدل پول اینه که نه محدودیت زمانی داری، هر ساعتی از شبانه روز که بخوای میتونی تراکنشت انجام بدی. محدودیت مکانی نداری، تو هر جای کره زمین باشی به هر جای کره زمین میتونی پول جابجا بکنی. محدودیت حجمی نداری، شما به هر مقداری که بخوای میتونی پولتو جابجا بکنی و کسی از شما نمیپرسه که این پول از کجا اومده به کجا قراره بره. توی این نوع تراکنش ها همه چیز شفافه، یعنی معلومه که از فلان والت به فلان والت یه مقدار چه مبلغی جابجا شده، اما اسم شخص ها مشخص نیست که صاحب اون والت ها کیان. و یکی دیگه از اشکالاتی که اون سیستم قبلی داشت این بود که همه چیز به صورت متمرکز اداره میشد. همه اطلاعات توی یه سرور به اسم سرور بانک مرکزی اونجا ذخیره میشد و هر کسی که به اون سرور دست پیدا میکرد میتونست به اطلاعات کل افراد دست پیدا بکنه. اما توی ارزهای دیجیتال و بستر بلاک چین یکی از مهمترین مزیتاش اینه که به صورت غیر متمرکز اطلاعات ذخیره میشن، یعنی هر تراکنش رمزنگاری میشه و توی بلوک های مختلف این شبکه پخش میشه و هر کسی که بخواد به اطلاعات بلوک یک دست پیدا بکنه باید برگرده هشش رو از بلوک قبلی در بیاره، اونو بخواد برگرده بلوک قبلی و عملا اگه کسی بخواد به اطلاعات کل مجموعه دست پیدا بکنه باید بیشتر از نصف اون شبکه بلاک چین تو مالکیت خودش باشه و عملا این کار تقریبا غیر ممکن میشه. پس امنیت خیلی بالایی داره و امکان فساد توی این سیستم به دلیل شفافیتش خیلی پایینه، عملا صفر میشه، چرا که هر تراکنشی مشخصه که از کجا به کجا رفته و چه مبلغی رفته، چه مبلغی اومده، کجا صرف شده، همه اینا به صورت شفاف مشخصه و هزینه تراشی بدون حساب کتاب کسی نمیتونه توش انجام بده. و یکی از دلایلی که خیلی مخالفای زیادی براش پیدا شده و یه سری مقاومت میکنن در این باره اینه که جلوی کارهایی که بعضا انجام میدادن رو میتونه بگیره. خب این شد تاریخچه پول از مبادله کالا به کالا تا ارزهای دیجیتال. امیدوارم که براتون مفید بوده باشه. بازم لطف میکنین اگه لایک و شیر و کامنت و سابسکرایب فراموشتون نشه. زنگوله رو حتما بزنید که از ویدیوهای بعدی با خبر بشید و اگر نظری صحبتی داشتین حتما توی کامنت ها برام بنویسین و به امید دیدار.